سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم آفتاب گردانه رو بپوشونیم از دست گنجشکا. یه مقدار پارچه کم آوردم چون دارم بعضیشون رو پارچه میبندم. اینجا دیگه الان پارچه کم آوردم، از برگای خودش دارم استفاده میکنم. نظرتون چیه؟ کامنت بذاریم برام ببینم نظرتون چیه. حالا میرم بعدی اونایی که بزرگه ارزش بستنه داره مثل مثلا. البته این هنوز کار داره، نباید الان ببندمشون، با هوا بخوره. جای همگیتون خالی. فعلا خداحافظ.